دیوار برداشتن حولی نزد بینای دو آشیانه در فرخار جنجال همسایگان را به میان آورده است. ساکنان آشیانه دوم دعوا دارند که حولی برای استفاده عموم است و کسی حق ندارد آن را شخصی کند. میآیند کارگرای حکومت اینا نمیپرسن. چرا نمیپرسن یورا؟ یا زمین آبشیشی در زندگی دارن. حولی بنا را ساکنان آشیانه های اول دیوار برداشته راه و میدانچه کودکان را بند کردند. ساکنان این کوچه سنگک سفروی ناحیه فرخار میگویند دعوایشان به مقامات تا حال نتیجه نداده است. 5 ساله که همجا مراجعت میکنیم تمام مقامات ناحیه یگان کس چورای ما را نمیبینه. ما میخوایم که همجا همه چپه شود، هویش جای بازیکنی گلکا یک پس سوختار شود. دیده بین یک دراشگاه خالی داریم، یگان چی نداریم. همین خونه را خریدیم پشیمون هزار شدیم. میفهمیدیم خونه دعوایی شریعتی ما نمیکردیم. ما بشینم بخیزم دختر من میگم که چی همین خونه را خریدی. ساکنانی که حولی بنا را دیوار برداشتند در نوبت خود میگویند حجت دارند ولی کسی از آنها حاضر نشد در نزد کامیرا صحبت کند. ساکنان این بناها بغیر از آنی که از حولی بنا محرومند عادی ترین شرایط بهداشتی ندارند. آب را از کوچه میکشند، قبور آبگذر ندارند و از حاجتخانه هایی که در کوچه ساختند استفاده میبرند. ما یگان شرایط نداریم، یعنی نگاه کنید یگان شرایط یکم اتاج بیا همه جورا ضبط کرده گرفتن غیر قانونی دیم اتاج یگان شرایط نداریم. ما در دیم اتاج زندگی میکنم، در درون ما نه آبی رفتن داریم نه آبی نوشاکی داریم، یگان شرایطی زندگی کردن نداریم. جای آپارتو نداریم. نداریم. در همون میکنیم آب شبو دام و نه با آب شام میگیریم تا میپرتیم. در حکومت ناحیه فرخار بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل ساکنان با خبرند. به گفته ولی رحیمов رئیس جماعت شهرک فرخار آنهایی که حولی بناها را دیوار برداشتند